سلام عزیزان، به کانال هلما بافت خوش اومدین. دوستان در این برنامه این دو فیگور زیبا رو میخوام بهتون آموزش بدم. فیگور فیل، فیگور گربه. دو تا کار بسیار جذاب و زیبا هست که آموزشش رو براتون مرحله به مرحله توضیح میدم. فیگورها رو میتونید ببافید، به موتیف ها وصل بکنید و آماده بشیم برای مراحل بعدی. زمینه فیگورها با سلیقه خودتونه، هر رنگی که دوست دارید میتونید انتخاب بکنید و البته رنگ خود فیگورها بهتره که به این رنگ باشه. فیل که همیشه به رنگ توسی هست و گربه البته میتونید به رنگ مشکی یا قهوه‌ای یا کرم هم آماده بکنید، ولی رنگ سفید بهتره. حالا با هم آموزش رو ادامه میدیم. براتون شروع میکنم بافت فیگورها رو. خب عزیزان، حالا میخوام فیگور فیل رو بهتون آموزش بدم. برای این کار یک حلقه کوچیک درست میکنم. پونزده تا پایه دوبل داخل حلقه میزنم. اگر بخواید فیگور کوچیک‌تر بشه میتونید از پایه های نیم دوبل استفاده بکنید که قد پایه ها کوتاه‌تر باشه. 15 پایه دوبل داخل حلقه میزنم. خب ببینید 15 پایه دوبل داخل حلقه زدم. نخ رو تا جایی که ممکنه میکشم که مرکز کار جمع بشه. ببینید تا جایی که ممکنه نخ رو میکشم. دقیقاً مثل بافت فیگور پاندا هست. با همون روش گرد بافی کلاسیک رج دوم پایه ها 2 برابر میشه و رج سوم پایه ها 1 در میون اضافه میشه. یعنی الان برای رج دوم روی هر پایه 2 پایه میزنم که تعداد پایه ها در آخر به آخر رج به 30 پایه میرسه و رج بعدی که رج سوم گرد بافی هست پایه ها 1 در میون اضافه میشه. یعنی 1 پایه ساده میبافم، 1 پایه دوتایی. دیگه این قسمت رو نشون نمیدم، من گرد بافی رو کامل میکنم. خب عزیزان، طبق روش گرد بافی کلاسیک 3 رج رو بافتم. رج اول 15 پایه دوبل، رج دوم 30 پایه دوبل، یعنی روی هر پایه 2 پایه زدم و رج سوم پایه ها 1 در میون اضافه شد. برای بافت فیگور پاندا کامل بهتون آموزش دادم، دیگه این قسمت نشون ندادم، آموزش تکراری رو. حالا با 1 پایه مخفی و 1 زنجیره بافت این قسمت تموم میشه. نخ رو اضافه تر میذارم برای دوخت فیگور روی موتیف و حالا میرم سراغ گوش ها. برای بافت گوش فیل که البته باید 2 عدد باشه 10 تا پایه دوبل داخل حلقه میزنم. ادامه میدم تا اینکه تعداد پایه ها به 10 عدد برسه. خب ببینید 10 پایه دوبل داخل حلقه زدم. حالا توی زنجیره سوم از 3 زنجیره‌ای که اول رج زدم 1 پایه مخفی میزنم، 1 زنجیره و نخ صورتی رو قطع میکنم. خب ببینید برای رج دوم شروع میکنم. از هر کدوم از پایه ها شروع بکنید، فرقی نداره. رنگ توسی رو وصل میکنم، 2 تا زنجیره میزنم. این رج پایه ها رو نیم دوبل میزنم و 1 در میون اضافه میشه. پایه بعدی، حالا روی پایه بعدی 2 تا پایه نیم دوبل میزنم. باز پایه بعدی 1 پایه میزنم. روی پایه بعدی 2 پایه نیم دوبل میزنم. به این ترتیب بافت رو انجام میدم چون میخوام یک کمی حالت جمع شدگی و انحنا داشته باشه گوش فیل. پایه ها رو 1 در میون اضافه میکنم.
ادامه میدم تا آخر. خب ببینید پایه هایی که در میون اضافه شد و حالا آخر رج یک پایه مخفی، یک زنجیره و نخ رو قطع میکنم. به این ترتیب یه دونه از گوش های فیل بافته شد. ببینید حالتی که بهتون گفتم به همین صورت هست، چون میخوام یک کمی حالت جمع شدگی داشته باشه و انحنا به طرف داخل. به همین خاطر پایه ها رو یکی در میون رج دوم اضافه کردم. یه دونه دیگه شبیه این گوش فیل می بافم. خب عزیزان بعد از بافت گوش نوبت به خرطوم فیل میرسه. 20 عدد زنجیره میزنم. 4 5 6 7 8 9 10. خب ببینید 20 زنجیره زدم. حالا شروع میکنم به بافت پایه ها. از زنجیره سوم پایه نیم دوبل میزنم. خب ببینید اولین پایه نیم دوبل رو زدم، باز همینجا یک پایه نیم دوبل دیگه میزنم. روی زنجیره بعد باز 2 تا پایه نیم دوبل میزنم. 10 تا زنجیره اول رو به این شکل میبافم، یعنی داخل هر زنجیره 2 تا پایه نیم دوبل میزنم و ادامه بافت رو ساده انجام میدم، یعنی ادامه زنجیره ها روی هر زنجیره یک پایه نیم دوبل زده میشه. حالا من این قسمت رو کامل میکنم. خب عزیزان 10 زنجیره اول به این شکل بافته شد، یعنی روی هر زنجیره 2 تا پایه نیم دوبل زدم. حالا ادامه بافت به این صورت هست، توی هر زنجیره یه دونه پایه نیم دوبل میزنم و خرطوم فیل به این شکل بافته میشه. اجزای فیگور رو اول باید ببافیم و بعد از اون فیگور کامل میشه و روی موتیف وصل میشه. به این صورت خرطوم فیل هم بافته میشه. ببینید تا زنجیره آخر به این شکل خرطوم بافته میشه. حالا یک زنجیره میزنم و نخ رو قطع میکنم. به این شکل خرطوم هم بافته شد. خب عزیزان اجزای فیگور رو بافتم، یک بخار ملایم دادم به این قسمت هایی که بافتم. حالا ببینید میتونیم اول قسمت سر رو وصل بکنیم و بعد اجزای فیگور رو وصل بکنیم. میتونیم هم اول خرطوم رو وصل بکنیم. ببینید خرطوم به این قسمت وصل میشه. و بعد از اینکه خرطوم رو وصل کردم قسمت سر فیگور روی موتیف دوخته میشه. چند تا بست میزنم تا این قسمت خرطوم وصل بشه. به این صورت. حالا نخ رو پشت کار محکم میکنم. خب عزیزان ببینید سر فیل رو با سنجاق روی موتیف ثابت کردم. حالا دور تا دور رو با کوک های ریز به موتیف وصل میکنم و میدوزم. خب ببینید قسمت سر و فیگور وصل شد. حالا برای چشم ها این قسمت رج دوم، ببینید رج دوم دو طرف چند تا بست میزنم با رنگ مشکی.
طرف دیگه هم به همین ترتیب. این قسمت و ببینید آخرین قسمت گوش ها هست که دو طرف زیاد نباید بالا باشه. برای فیل گوش ها دو طرف به این صورت دوخته میشه و فقط همین قسمتی که کنار سر هست، بقیه قسمت ها باید آزاد باشه. من این دو قسمت رو هم وصل میکنم و دیگه این فیگور کامل میشه. خب عزیزان، فیگور فیل آماده شد. بسیار زیبا و دوست داشتنیه. شما میتونید با هر زمینه این فیگور رو آماده بکنید. میتونید زمینه رو سبز انتخاب بکنید، قهوه‌ای، کرم، آبی، اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. مرکز گوش ها هم که به خاطر اینکه زیباتر باشه و بیشتر مشخص باشه با یک رنگ روشن‌تر از توسی می‌بافیم. حالا یا با همین رنگ صورتی یا اینکه رنگ یاسی روشن، گلبهی، کرم میتونید ببافید، حتی سفید. و به این صورت فیگور فیل روی موتیف آماده شد و دوخته شد. حالا میریم سراغ فیگور بعدی. خب عزیزان، برای بافت فیگور گربه همون گرد بافی کلاسیک رو انجام دادم. دقیقا مثل فیگور فیل یا پاندا با 15 پایه دوبل شروع کردم داخل حلقه. رج دوم 30 پایه، یعنی روی هر پایه 2 پایه زدم و رج سوم پایه ها یکی در میون اضافه شده. حالا از اینجا به بعد ببینید 7 زنجیره میزنم. 3 4 5 6 و 7. 7 زنجیره برای گوش گربه. حالا 3 تا پایه نبافته میرم جلو. 1 2 3 و روی پایه بعدی 1 پایه مخفی میزنم. 4 تا پایه به همین شکل میرم جلو. 2 3 4 تا پایه مخفی. حالا باز 7 زنجیره میزنم برای گوش دوم. 4 5 6 7 و 3 تا پایه نبافته میرم جلو. 1 2 3 و روی پایه بعدی. حالا شروع میکنم دور تا دور بافت رو پایه کوتاه میزنم. میتونید روی هر پایه 1 پایه بزنید و یا اگر حس کردید که کار شما داره جمع میشه و حالت انحنا پیدا میکنه، میتونید یه دونه این قسمت، یه دونه پایین و یه دونه سمت راست پایه دوتایی بزنید برای اینکه بافت شما جمع نشه. حالا پایه ها رو دونه دونه میزنم. البته زیاد سفت نباید بافت رو انجام بدید که بافت جمع نشه. حالا روی هر پایه 1 پایه میزنم ببینیم به چه صورت میشه. اگر حالت انحنا پیدا نکنه نیازی به افزایش پایه ها نیست. خب ادامه میدم تا برسم به گوش اولی که بافتم. خب ببینید دور تا دور پایه های کوتاه رو زدم. اینجا هم 1 پایه کوتاه میزنم. میرسم به زنجیره ها. داخل زنجیره ها هر کدوم 1 پایه کوتاه میزنم. خب میرسم به قسمت وسط بین 2 تا گوش. این قسمت رو باید پایه مخفی بزنم مثل رج قبل.
به این صورت. حالا میرسم به گوش دوم. باز داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه میزنم. به این صورت دور کار بافته میشه، دور فیگور پایه های کوتاه زده میشه و اینجا با یک پایه مخفی و یک زنجیره کار تمام میشه. ببینید به این صورت. حالا چشم ها رو باید مشخص بکنم. اینجا نخ قطع میشه، اضافه تر نخ رو قطع میکنم برای دوخت فیگور. ببینید چون میخوام بافت حالت اسپورت و شیکی داشته باشه، چشم ها رو به این صورت میبافم. البته میتونید مثل فیگور فیل یا فیگورهای دیگه با رنگ مشکی دوتا چشم مشخص بکنید، ولی من به این صورت میخوام مشخص باشه برای اینکه حالت جالبتری داشته باشه و زیباتر باشه. میتونید هر دو رو یک رنگ ببافید، میتونید رنگ های مختلف ببافید. من حالا چشم دوم رو میخوام با سبز ببافم. ببینید داخل حلقه 6 اول یک زنجیره میزنم و بعد 6 پایه کوتاه میزنم. 2 3 4 5 6 نخ رو کامل میکشم و اینجا داخل اولین پایه کمی چون پایه ها کوتاه هست مشکل تره، داخل اولین پایه یک پایه مخفی میزنم، یک زنجیره و نخ قطع میشه. این هم چشم دوم. خب چشم ها رو باید روی بافت بدوزم و ثابت بکنم. خب عزیزان چشم ها رو وصل کردم، با دو رنگ بافتم. مرکز چشم ها رو با نخ مشکی چند تا کوک ریز زدم به این شکل و حالا میخوام بینی و دهان گربه رو مشخص بکنم. هم میتونید با رنگ صورتی این کار رو بکنید، من با رنگ گوجه‌ای میخوام این کار رو بکنم که بیشتر مشخص باشه و شادتر بشه فیگورم. ببینید 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه دوبل میزنم داخل حلقه و 3 تا زنجیره دیگه و اینجا توی حلقه یک پایه مخفی نخ رو میکشم. حالا یک زنجیره میزنم و نخ رو قطع میکنم. نخ رو اضافه تر قطع میکنم چون هم این قسمت باید دوخته بشه روی فیگور و همین که دهن گربه مشخص بشه. خب ببینید این قسمت مرکز دایره قرار میگیره، مرکز بافت و دوخته میشه. دور تا دور این قسمت رو میدوزم. البته میتونید اگر دوست دارید کوچیک‌تر باشه بافت شما این پایه ها رو نیم دوبل بزنید، یعنی 2 زنجیره 2 تا پایه نیم دوبل 2 زنجیره که بینی کوچیک‌تر بافته بشه. ولی من میخواستم بیشتر مشخص باشه چون فیگورها هر چقدر بیشتر مشخص باشه، رنگ ها شادتر باشه، کار شما زیباتر میشه. خب به این صورت ببینید این قسمت وصل شد. خب ببینید این قسمت رو 2 بار انجام دادم، 2 تا دوخت زدم. خب ببینید حالا 2 تا پایه میام جلو و از این قسمت یک دوخت میزنم، از این طرف هم به همین شکل به همین اندازه
و دهن گربه هم مشخص میشه. حالا برای این قسمت شاخک های سبیل گربه هم میتونیم اینجا دو طرف با همین رنگ یا با رنگ مشکی دوخت بزنیم. ببینید به این صورت. از طرف دیگه هم به همین شکل. میتونید این کار رو با رنگ مشکی هم انجام بدید، ولی خب چون برای پتوی نوزادی هست بهتره که با همین رنگ گوجه‌ای این کار انجام بشه. خب عزیزان ببینید فیگور گربه آماده شد. یک پاپیون هم برای این قسمت پایین آماده کردم. پاپیون رو برنامه‌های قبل بهتون آموزش دادم. میتونید این پاپیون رو استفاده نکنید، فقط فیگور تنها باشه، ولی خب با پاپیون زیباتر میشه فیگور شما. فیگور دوخته میشه به این صورت و پاپیون هم قسمت پایین وصل میشه. عزیزان میتونید دوخت رو به این شکل دور تا دور انجام بدید، یعنی گوش ها هم وصل بشه. میتونید به این صورت دوخت رو انجام بدید که گوش ها آزاد باشه و حالت زنده تری فیگور شما داشته باشه. اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. من حالا دوخت رو انجام میدم. خب عزیزان این دو فیگور بسیار زیبا بافته شد. فیگور فیل، فیگور گربه. امیدوارم ببافید، از بافتش لذت ببرید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.